یه سوالی ازتون دارم. شما وقتی که یه فرزند جدیدی در خانواده‌تون به دنیا میاد، اولین کاری که میکنید براش چیه؟ درسته، براش یه اسم میذارید و بعد در اولین فرصت شناسنامه براش میگیرید، یعنی تاریخ زندگیش از اون لحظه‌ای که روز تولدش شروع میشه و یه شناسنامه جدید برای اینکه بهش هویت بدیم براش میگیریم. ادیان هم همینطورن. زمانی که متولد میشن تقویم جدیدی برای خودشون در نظر میگیرن و با اون تقویم جدید هویت خودشون رو در حقیقت تعیین میکنن. آیین بهایی یک تقویمی داره به اسم تقویم بدیع یا تقویم بهایی که تقویم بدیع یا تقویم بهایی الان در سال 180 بدیع هستیم، یعنی 180 سال از عمرش میگذره. این آیین در ایران متولد شده. شروع تقویم بهایی از زمانی هستش که حضرت باب یا کسی که قبل از حضرت بهاءالله ظهور کرده در شبی که اون اظهار امر میکنه، یعنی میگه که من باب هستم و قراره که یک دین جدید ظاهر بشه در عالم، سالش 1844 میلادی بوده در بهار. این آغاز تقویم بهایی هست یا تقویم بدیع و همچنین آغاز دور بهایی هست. پس شناسنامه آیین بهایی از 180 سال پیش هست. تفاوتی که تقویم بهایی یا تقویم بدیع داره این هست که هر سال 19 ماه داره یا 19 شهر. شهر به عربی یعنی ماه و هر ماه 19 روزه. 19 رو اگر ضرب در 19 بکنیم میشه 361 روز و از 365 روز 4 یا 5 روز کمتر داره. این برای اینکه انطباق پیدا بکنه با تقویم شمسی، این 4 یا 5 روز آخر سال بسته به اینکه سال کبیسه اگر باشه 5 روز اضافه میاد، اگر سال معمولی باشه 4 روز اضافه میاد. این 4 روز رو بهاییان در شمار عمر خودشون حساب نمی کنن و بهش میگن ایام ها. به جشن و سرور میگذرونن و ها در عربی به معنی بذل و بخشش هست. میبخشن بیشتر خوراکی و هر چیز دیگه رو اول به خودشون، بعد به فامیلاشون و بعد به کسانی که میشناسن یا حتی نمیشناسن شروع میکنن به بخشیدن غذا و این رو بهش میگن ایام ها که کم کم آماده میشن. بعد از پایان ایام ها وارد ایام صیام یا ایام روزه‌داری میشن. تحویل سال یا آغاز هر سال بهایی روز اول نوروز ایرانی هست و در تمام دنیا همه بهاییان جهان روز اول نوروز رو جشن میگیرن و این به صورت یونیورسال هست. شبانه روز بهایی این تفاوت داره. اگر بقیه دنیا چه در تاریخ میلادی و چه در تاریخ شمسی بعد از ساعت 12 یعنی 1 دقیقه صبح میشه شروع سال روز جدید در همه تقویم ها، ولی در تقویم بهایی غروب خورشید ملاک است. هر وقت که خورشید غروب میکنه ما وارد روز جدید بهایی میشیم. هفته هم همون 7 روزه. خب ببینیم که اسامی ماه‌های بهایی به چه شکل هست. ماه‌های بهایی گفتیم 19 روز هست و اسامیشون رو من الان خدمتتون میگم. اولین ماه بهایی که مطابق شروعش با آغاز عید نوروز ایرانی هست، یعنی از اول فروردین شروع میشه. این ماه که 19 روز طول میکشه اسمش هست شهرالبها یا بها. دومین ماه از 20 فروردین شروع میشه، جلال. سومین ماه از 8 اردیبهشت شروع میشه، جمال. بعد عظمت، نور، رحمت، کلمات، کمال، اسما، عزت، مشیت، علم، قدرت، قول، مسائل، شرف، سلطان، ملک و علا. آخرین ماه بهایی
شهرالعلا هست. شهر گفتیم به معنی ماهه که از 11 اسفند شروع میشه و تا اول فروردین که ماه سال جدید و روز جدید آغاز میشه. حالا یه سوالی ازتون دارم، شما هر ماه رو چطوری آغاز میکنین؟ بهائیان هر ماه رو، روز اول هر ماه رو با ضیافت یا یک مهمونی آغاز میکنن. میدونی که در دنیایی هستیم که روز به روز آدم‌ها دارن از همدیگه جدا و غریبه تر میشن و چون هدف آیین بهایی هدفش اتحاد هست، در تمام نقاط دنیا این یک رسم ساختارمندی شده و کاملا همه ازش اطاعت میکنن. حالا نمیگم که 100% بهایان دنیا هر ماه توی تمام ضیافت‌ها شرکت میکنن، ولی هر چقدر که بتونن میدونن که یک وظیفه اجتماعی هست براشون. پس روز اول هر ماه که میشه غروب شروع روز بهایی، ماه بهایی، غروب در واقع روز آخر هر ماه دور هم جمع میشن. حالا اگر که امکاناتشون اجازه بده توی خونه های هم دیگه به نوبت، یا اینکه توی محله ها، مثلا توی کانادا یا آمریکا توی کامیونیتی سنترها یا بهایی سنتر اگر وجود داشته باشه دور هم جمع میشن. این ساختار هم جهانی هست، ساختار ضیافت 19 روزه یا اون محفلی که بهایان میگیرن و دور هم جمع میشن. 3 قسمت خیلی در واقع شبیه به هم داره. شما هر کجای دنیا باشین وارد ضیافت بشین از این ساختار تبعیت میکنه. قسمت اول قسمت روحانی هست، قسمت دوم قسمت امور اداری و قسمت سوم قسمت امور اجتماعی. در قسمت روحانی یه حدود 20-25 دقیقه رو به دعا و مناجات اختصاص میدن. افرادی که صوت قشنگی دارن میان پشت تریبون و دعا و مناجات میخونن و بقیه گوش میدن. بعد قسمت امور اداری، این قسمت هستش که دموکراسی در آیین بهایی کاملا پیاده میشه، یعنی اینکه مدیران جامعه، کسانی که امور اداره جامعه بهایی به عهده دارن، بهشون میگیم محافل محلی، اعضای اون محافل توی ضیافت شرکت میکنن و گزارش میدن از نحوه کارکردشون، فعالیتایی که کردن و مخارجی که داشتن و هزینه ها رو کجا مصرف کردن. میان یه گزارشی به آحاد احبا میدن. بعد وقتی که گزارش رو بهایان شنیدن، یه قسمت شور و مشورت هست توی همین بخش اداری، یعنی که تمام مشکلات و مسائلی که محفل باهاش مواجه هستن، مدیران جامعه باهاش مواجه هستن، در جمع بهاییان به مشورت میگذارن و بهاییان در گروه‌های کوچیک مشورت میکنن، صندلیاشون رو گرد میچینن و مواردی که به نظرشون میاد رو برای راه حل مشکلات جامعه ارائه میدن و اینو به صورت مکتوب گزارش میشه و به محفل تقدیم میشه و این یک سبک دموکراسی بهایی هست. بعد از اون قسمت اخبار هست که هر کجای دنیا هر خبری باشه مربوط به جامعه بهایی اون اخبار خونده میشه و بعد قسمت جمع‌آوری تبرعات هست. تمام امور مالی جامعه بهایی، از ساختمانایی که میخوان بسازن یا هزینه‌هایی که وجود داره به صورت تبرع یا به صورت دونیشن توی صندوق‌های مخصوص، حالا یا به صورت آنلاین و یا به صورت صندوقی که اونجا گذاشته میشه توی پاکت جمع‌آوری میشه به اسم اون شخص و یا اینکه میتونه به صورت ناشناس هزینه هایی که مورد نظرش هست برای کجا باید هزینه بشه رو روی پاکت مینویسه و تقدیم میکنه و بهش رسید داده میشه. توی کشورهای غیر از ایران این رجیستر چریتی هست، یعنی اینکه مبلغی که بهایان میدن به عنوان دونیشن از مالیات معاف میشن به همون مبلغ و
در همون زمینه که خودشون تعیین کردن این مبالغ جمع‌آوری شده مصرف میشه. نکته ای که هست پولی از افراد غیر بهایی دریافت نمیشه و افرادی که بهایی نیستن به ضیافت دعوت نمیشن، به ضیافت بهایی دعوت نمیشن. این یک جمعی هستش که مخصوص کسانی هستش که به عنوان بهایی اسمشون رجیستر شده و ثبت نام شدن و بهایی آیدی دارن و همچنین هیچ پولی، هیچ تبرعی در هیچ کجای دنیا از افراد غیر بهایی پذیرفته نمیشه. در قسمت سوم که بخش اجتماعی ضیافت 19 روزه هست، قسمت الفت و پذیرایی هست. چون گفتیم هدف آیین بهایی اتحاد و الفت هست و افراد مختلفی که بهایی هستند و همدیگر رو نمیشناسن، از طبقات مختلف، از رنگ پوست‌های مختلف، از نژادهای متعدد، از جنسیت‌های مختلف توی این ضیافت جمع میشن تو قسمت الفت و پذیرایی که حضرت بهاءالله دوست داشتن که این قسمت پذیرایی هر چقدر میشه مفصل باشه، از خوراکی‌های مختلف، غذا، شیرینی، چای، شربت داده بشه. مشروبات الکلی ممنوعه، قدغن، چه برای هر فرد بهایی در خلوتش و چه در ضیافت‌ها، و فقط نوشیدنی‌های مجاز اینجا مصرف میشه. بهاییان با هم دیگه ملاقات میکنن، اتحاد و از حال همدیگه با خبر میشن. اگر کسی بیماره، اگر کسی غایبه، به یاد هم میافتن و با هم تماس میگیرن و ببینن کی چه مشکلی داره و به داد هم دیگه برسن. پس این میشه هر 19 روز یه بار در غروبی که در واقع شروع روز بهایی هست، هر ماه یعنی 19 بار در سال بهاییان در این ضیافت 19 روزه دور هم جمع میشن. یه قسمت آخر هم براتون بگم در مورد ایام متبرکه بهایی. ما 9 روز در سال ایام متبرکه داریم که این 9 روز اشتغال به کار و هر جور کاری که در مقابلش پول دریافت میکنیم بهش اون کار رو تعطیل میکنیم و توصیه شده که در این ایام متبرکه خوبه که یک تأسیسات خیریه بنا بنهیم که خیرش به عموم مردم برسه و همچنین اختصاص میدیم این ایام رو به دعا و مناجات. معمولا جمع‌هایی برگزار میشه در بین احبا و بهاییان هر محل، یک جلساتی میگیرن و این ایام رو برگزار میکنن. حالا این نوروز چه روزایی هست؟ یکیش روز اول عید نوروز هست که در تمام دنیا جشن گرفته میشه و تعطیل کار. دومیش روز تولد حضرت اعلی و تولد حضرت بهاءالله هست که چون این دو ظهور حکم یک ظهور رو دارن و اهمیتشون مساویه، تاریخش رو تبدیل نکردن به شمسی، بلکه به صورت به میلادی تبدیل نکردن، بلکه همون اول دوم محرم گرفته میشه و برای اینکه اول دوم محرم به هم دیگه نزدیکه 2 روز یک یوم محسوب میشه. بعد ایام دیگه که متبرکه هست 3 روز در عید رضوان هست، روز اول رضوان، 9 رضوان و 12 عید رضوان. تا حالا 4 تاش جشن بود. بعد یکیش عید نوروز بود، 2 تا تولد بود و ایام عید رضوان هم 6 تا شد تا حالا جشن هست. بعثت حضرت اعلی بازم این هم یک روز سرور و شادمانی هست. فقط 2 روزش روزهایی هستش که در واقع غیر از شادمانی هست. یکیش میشه شب صعود حضرت بهاءالله و یکی دیگه روز شهادت حضرت اعلی که در تبریز در میدانی تیرباران شدن. و ایام مخصوصه داریم. این ایام مخصوصه مثل یوم میثاق هست، 5 آذر هر سال. یوم صعود حضرت عبدالبها این 2 روز تعطیل نیست و ایام ها رو داریم که 4 الی 5 روز در سال، این هم جز ایام مخصوصه است ولی تعطیل نیست.
فقط جمعاً 9 روز در سال بهاییان این 9 روز رو تعطیل میکنن که البته کم و بیش با مشکلات زیادی در ایران مواجه میشن. از طرف دولت بهشون ایراد گرفته میشه که چرا این روزها رو تعطیل کردن و خیلی مشکلات قانونی براشون پیش میاد. اما در جاهای دیگه دنیا به عنوان هریتیج دی میتونین راحت از کارتون مرخصی بگیرین و سر کار نرین. از منابعی که استفاده کردم یکی وبسایت بهاییان ایران بود و بخش دیگر هم وبسایت آیین بهایی، بخش تقویم بهایی بود. امیدوارم که تونسته باشین از تقویم بهایی استفاده کنین. من فقط فراموش کردم که اسم روزهای هفته رو برای شما اینجا بیارم. امیدوارم که در آینده اون رو براتون ذکر کنم.